در برنامه معرفی فیلم این هفته می‌خواهیم به طور ویژه طرز تهیه و پخت سریال‌های پلیسی دوغکی در تلویزیون جمهوری اسلامی را نشان بدهیم. الو، خوبم، تو خوبی؟ مواد لازم: یک پلیس ولایت مدار هیکل میزون که تصویر نزدیک او بتواند نیم ساعت فیلم را به خود اختصاص دهد. سربازان گمنام با تریپ‌های بسیجی کش به مقدار لازم. به عمل اومده این گلوله ساخت کشور خودمونه. 4 سال پیش ساخته شده و تحویل اداری خودمون بوده. تعدادی دشمن قسم خورده نظام با سر و وضع تابلو، نگاه‌های طولانی و شیطانی. تذکر ضروری: همه اینها باید خارج بوده باشند تا ملت فکر نکنند کسی در داخل کشور از نظام جمهوری بدش می آید. عملی شدن این طرح تا به حال برای ما هزینه و زمان زیادی داشته. یکی دیگر از مواد لازم آدمهای بریده و ندامت کرده است که حالا در زیر عبای جمهوری اسلامی به سر می برند. فروغ امینی، ملاقاتی داری؟ 4 سال پیش اولین بار که دیدمتون. میشه دیگه حرف 4 سال پیشو نزنید؟ من تو این 4 سال 100 بار به بازجوام جواب پس دادم. اگه میخواید نظر منو راجع به 4 سال پیش بدونید تو پروندم هست. من هیچ وقت نمیخواستم به کشورم خیانت کنم یا آدم بکشم. من نمیدونستم دارم تخلیه اطلاعاتی میشم. خیلی خوب. حالا که مواد لازم تهیه شد، قبل از هر چیز باید یک اسم دهن پرکن خفن با تهمایه هایی از اسامی خارجکی را هم چاشنی آن کرد. و اما طرز پخت سریال: ابتدا یک دشمن نظام را برمی‌داریم و توجه می‌کنیم که همه ویژگی‌های دشمنان نظام را در همان ابتدای کار داشته باشد. خامنه مجلل از اونا که استخر داره، صورت 6 تیغه که موچه روش بکساوات میکنه، از این حول قرمزا که کلاه دارند، نگاه‌های بالای 20 کیلومتر و غیره. بله، با همین یک صحنه سکانس اول فیلم تف داده می شود و نوبت به اضافه کردن پلیس ولایت مدار می رسد. بله. جلالم. جلال؟ فرهمند. میخوام بیای دنبالم. برای چی؟ 10 دقیقه پیش ماشینمو منفجر کردم. کی؟ یکی هم رد کردم، حالا میخوام بکشنم. نمیدونی کی من نامه قضایی میخوام. وقتی دیدم حرف میزنم. گوشیتو آزاد بزن. خب تا اینجاشو خوب اومدی. حالا نوبت میرسه به موضوع فیلم نامه که ساده ترین قسمت کار است، چرا که برادران وزارت اطلاعات سناریو را همراه با مخلفات تحویل آشپز میدهند. حالا اگه بخوان خرابکاری کنن، از چرایی ممکنه وارد شن؟ نقطه ضعفمون چیه؟ الان آسیب پذیرترین پالایشگاه ما پالایشگاه تهرانه. چرا؟ چون تو دوره 20 روزه تعمیراته. 5 روز پیش قرار بود تموم بشه. به دلیل مسائل ایمنی و تحریما عقب افتاد. خب حالا من راضی و تو راضی، بریم تو ملق بازی. یعنی الان دیگه دشمنا که معلومن، پلیس هم که معلومه، تنها کاری که میمونه تفنگ بازیه. من نمیدانم این چه مرضی است که کارگردان‌های نظام اصرار دارند همه‌اش نیروی انتظامی را ضایع کنند. خب همه دشمنای نظام فرار کردن رفتن که. حالا در ادامه خط ضایع کردن نیروهای نظام نوبت به یک درگیری دیگر میرسد که این بار بفرما، اصلش رو توف کن. جناب پلیس ولایی، با اون چشای آبی فکر کردی هنوز همون علی خوشدست فیلم تنگنایی؟
تو فیلم های علی دست دیگه علی خوش دستی وجود نداره. به دشمنای نظام اعتماد میکنی، بعد میزنن چپقتو چاق میکنن. در این نقطه به سخت‌ترین قسمت سریال میرسیم. به مصداق آفتاب لگن هفت است شام و نهار هیچی، حالا سفره‌ای پهن شده که کارگردان مانده چطور جمعش کند. بنابراین بهترین کار این است که همینطور ترق و ترق بازیگران را بکشیم و در نهایت ولی فقیه بماند و حوضکش. بلند شو. راش بنداز. از اینجا زنده خفه شو. چی شد؟ نمیتونم. میگم نمیتونم. گفتم بازش کن. نمیدونم چیکار کرده. تو برو اونجا. بیا اینجا. از کار بندازش. بله، به سلامتی و میمنت هم دشمنای نظام کشته شدند، هم پالایشگاه صحیح و سالم موند. از اون طرف مذاکرات اتمی هم به بار نشست، مونده فقط ترجمه برجام و لغو تحریم ها هم که اونم انشالله تو سریال بعدی یه فکری براش میکنیم. اگه همینطور پیش بریم کل مشکلات نظام تو سریال حل میشه و یه لیوان هویج بستنی مهمون مقام عظمایی. اگه حمله